با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 120مین اپوزیت به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. اصولا هر جامعه‌ای به دو طبقه تقسیم میشه، طبقه بالا و طبقه پایین. طبقه بالا تشکیل شده از مسئولان و تصمیم گیران کشور و بقیه مردم کشور هم در طبقه پایین قرار دارن. ارتباطی که بین این دو طبقه وجود داره در شکلگیری اخبار کل کشور نقش مهمی داره. در برنامه این هفته ابتدا به طبقه بالا میریم و سخنان گوهربار تصمیم گیر اصلی کشور رو بررسی میکنیم. بعد به طبقه پایین برمیگردیم و اخبار این طبقه رو بررسی میکنیم. در این بین سعی میکنیم رابطه این دو طبقه رو در مقتدرترین کشور منطقه دریابیم. تصمیم گیر اصلی کشور شنبه همین هفته‌ای که گذشت به مناسبت 19 دی که اصلا این مناسبت‌های مندربردی نظام مقدسه در حضور مردم قم سخنرانی کردند. اصولا سخنرانی‌های آقای بزرگ که به مناسبت‌های مختلف انجام میشه الگوی خاص اون مناسبت رو داره. برای مثال سخنرانی که در 19 دی انجام میشه الگوش اینجوریه که اول به رژیم گذشته مقدار بد و بیرا میگن، بعد رمز پیروزی انقلاب رو میگن و بعد ثابت میکنن که وضع زندگی مردم بعد از انقلاب بهتر شد از قبل از انقلاب و بعدم وصلش میکنن به امروز و میگن که چطور باید ایستادگی کنیم که این وضع حفظ بشه. بگذاریم که برگشتن به شرایط زندگی مردم در رژیم گذشته تبدیل شده به یک آرزو برای مردم ایران. آقای بزرگ برای اینکه ثابت کنن که ما در رژیم گذشته خیلی بدبخت بودیم مراجعه میکنن به تاریخ. کنسرسیومی که بعد از قضایای 28 مرداد در کشور به وجود آوردن خیلی وضعش بدتر بود از اونچه که قبلا وجود داشت. یعنی اگر قبلا دست انگلیس بود، حالا دست انگلیس و آمریکا و 4 میخه در اختیار دشمنان بود. وضع نفت تا آخر هم همینجور بود، تا قبل از انقلاب هم همینجور. یعنی تا قبل از انقلاب بر اساس قراردادهای نفتی موسوم به کنسرسیوم نفت ایران 4 میخه دست انگلیس و آمریکا بود که خیلی بد بود. بعد از انقلاب چی شد؟ صنعت نفت الان چیزیش نمونده که دیگه خودسازی بکنه جز همین چاهای نفتو که باید بگیرن بدن. چاهای نفت و بالا دستی. ما یه پالایشگاه آبادان داریم، هر کس میخواد خدمت چیم بیاد ببره مفتی. صنعت نفت ایران صنعتی بود که ایران رو در ردیف 3-4 تولید کننده بزرگ نفت جهان قرار داده بود در همون زمان طاغوت. اما الان بر اساس گفته‌های وزیر نفت فعلی بعد از انقلاب چیزی ازش باقی نمونده. اما اب نداره، عوضش قراردادهای نفتیمون دیگه 4 میخه نیستن. در قراردادهای جدید برخلاف قراردادهای فعلی حلقه‌های مختلف صنعت نفت از اکتشاف تا توسعه و تولید یک پارچه واگذار می شود. 7 سال گذاشتن دوره سرمایه‌گذاری، 25 سال دوره بهره برداری تا 32 سال بر مخازن ما استیلا خواهند داشت. حالا در اینجا که استیلا خواهند داشت تا 32 سال میگه اگر شما دولت تصمیم گرفت از اینجا تولید نکنه یا ازت نخریدن یا مجبور شدیم کمتر تولید کنیم، من بر اساس اون برنامه‌ای که بهت دادم پول منو باید بدی. این خلاصه قراردادهای جدید نفتی که قراره پس از برجام وضع بشه و الان در حال مذاکره برای وضع همین قراردادها هستن. البته ریز مفاد این قراردادها محرمانه است، حتی برای کمیسیون انرژی مجلس. و اما دفاع حامیان این قراردادهای جدید، ما هیچ وقت نمیتونیم یه چیزی در دنیا پیدا بکنیم که فقط خوبی داشته باشه و هیچ بدی نداشته. یه اشکالاتی داره. بله، اصلا چیز بی‌نقص پیدا نمیشه در دنیا که بالاخره هر چیزی یه نقصی داره دیگه. اما حالا اینا حداقل از اون کنسرسیوم بهتر هستن. در اون کنسرسیوم هم باز به صورت رویالتی تکس اصطلاحاً هستش، به صورت بهره مالکانه و مالیات هستش تا سال 1353 که یک طرف از طرف ایران تبدیل میشه به نوع از قراردادهای خدماتی که ما امروز صحبتش داریم میکنیم. خلاصه آرزوی مسئولین نفتی در نظام مقدس اینه که بتونن یه جورایی برگردن به همون قراردادهای 41 سال پیش تا بلکه از این راه بتونن صنعت نفت ایران رو نجات بدن و تولید نفت کشور رو برسونن به همون تولید نفت کشور در قبل از انقلاب. این موضوع رو مدیون تصمیم گیران کشور در بعد از انقلاب هستیم. اگر فقط در همین 10-15 سال گذشته 1/10 پولهایی که صرف رسیدن به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای شد صرف همین صنعت نفت شده بود، الان مجبور نبودیم زیر بار اینجور قراردادها بریم. برگردیم به ادامه سخنان تصمیم گیر ارشد نظام در همون سخنرانی 19 دی. بعد از نابود کردن نهضت مشروطیت دیکتاتوری مضاعف شد
یعنی 15 سال بعد از امضای مشروطیت رضاخان سر کار آمد. رضاخانی که دیکتاتوریش قابل مقایسه با هیچ کدام از دیکتاتورهای قبلی نبود. واقعا نبود. اگر دیکتاتورهای قبلی هم به همون اندازه مدرسه و دانشگاه و راه ساخته بودن، الان کشور یه شکل دیگه ای بود. اما آیا با دیکتاتورهای بعدی قابل مقایسه بود؟ انقلاب اسلامی نگفت حکومت سلاطین رو محدود کنیم، گفت اصلا سلطنت یعنی چه؟ سلطنت معناش چیه؟ یک ملتی دارن زندگی میکنن، مملکت مال اوناست. چرا باید یه نفر بیاد مسلط بر مردم باشه، فرمان او بر زندگی مردم جاری باشه؟ آفرین. چرا؟ واقعا چرا یک نفر باید بیاد در زندگی مردم مسلط بشه و فرمان او در زندگی مردم جاری بشه؟ اونم چه فرمانهایی که باعث شده 36 سال یک کشور در پیچ‌های تاریخی قرار بگیره و یک ملت مجبور باشه در شرایط جنگی و نیمه جنگی زندگی کنه. جنگ تحمیلی به خاطر همین بود، جنگ‌های قومیت‌ها در اطراف کشور به خاطر همین بود، محاصره اقتصادی به خاطر همین بود، تحریم‌های شدیدی که در این سال‌های اخیر برقرار کردن برای همین است. برای چی هست؟ همه برای همین است که این انقلاب رو از بین ببرن، این ماندگاری رو که برای اینها بسیار بهتاور و سخت و دردآور است، این ماندگاری رو از بین ببرن. همه همتشون این که این ماندگاری انقلاب برای کی دردآور بوده و برای کی دردآور نبوده رو در ادامه برنامه بهش میرسیم. اما تمام این اتفاقاتی که ازش نام برده شد سبب ماندگاری بیشتر انقلاب شد. مثلا به بهانه جنگ تمام منتقدین داخلی کشور به دردآورترین شکل ممکن سرکوب شدند. منتقدین به حکومت مطلقه. یا مثلا همین تحریم‌های اخیر سبب تقویت معنوی مجیزگویان انقلابی اطراف حاکم مطلقه شد. همه همت من و شما باید این باشد که این ماندگاری رو افزایش بدیم. یعنی همین ماندگاری دردآور رو. مثلا باید چیکار کنیم؟ یکی از کارها همین انتخابات است. انتخابات در واقع یک نفس تازه دادن به ملت ایران است. بازم ملت ایران؟ حالا ملت ایران در این انتخابات باید چیکار کنن تا نفس تازه بگیرن؟ ملت ایران بیان تک تک وارد میدان بشن و رأی بدن. آقا من عقیدم این است فلانی باید مسئول باشد، حالا چه در ریاست جمهوری، چه در مجلس شورای اسلامی، چه مجلس خبرگان. اینی که هر فردی از آحاد ملت این احساس مسئولیت رو بکنه، این خودش یکی از اون عناصر حفظ کننده انقلاب است. پس در واقع منظور شما از نفس تازه دادن به ملت ایران، نفس تازه دادن به انقلاب است. ممکنه کسی بنده را قبول نداشته باشه، عیبی نداره، اما انتخابات مال رهبری نیست، مال ایران اسلامی است، مال نظام جمهوری اسلامی است. بله، اگر کسی ایشون رو قبول نداشت بیاد در انتخابات شرکت کنه و به کسایی که ایشون رو قبول دارن رأی بده تا نظامی که تصمیم گیر ارشدش ایشونه ماندگار بمونه. این جمله به احتمال زیاد خنده‌دارترین گفته ایشون در سال 94 خواهد شد. گذشته از خنده‌دار بودن این جمله، بد نیست بدانید که این عقیده یعنی قبول نداشتن ایشون در نظام مقدس بر اساس قوانین جاری جرم به حساب میاد و کم نبودن کسانی که به همین جرم به زندان افتادن و حتی جان خودشون رو از دست دادن. شرکت در انتخابات آبروی نظام جمهوری اسلامی است، آبروی اسلام است، آبروی ملت ایران است، آبروی کشور است. کشور که سالهاست آبروش رفته با انتخاب این نظام. فکر کنم بیشتر همون آبروی نظام جمهوری اسلامی مد نظر باشه. شما امروز وقتی با انقلاب بیعت میکنید و بیعتتون رو تازه میکنید، تجدید میکنید، با پیغمبر بیعت کردید. اونی که امروز با امام خمینی بیعت میکنه با پیغمبر بیعت کرد. خب دیگه برای همه معلوم شد که اهمیت شرکت در انتخابات در چیه. اما الان وقتشه که بریم به طبقه پایین و با اخبار روزمره ملت آشنا بشیم و بفهمیم چرا ملت باید برای حفظ آبروی انقلاب و نظام همت کنه. دست 7000 متقاضی مسکن مهر پرند از این طرح کوتاه شد. آنطور که سرپرست شرکت عمران شهر جدید پرند میگوید، این متقاضیان آورده خود را کامل نکردند.
در خصوص خروج 7000 واحد مسکن مهر از طرح مسکن مهر پرند با پیشرفت فیزیکی به 30%، میانگین 30%. ما اومدیم دو سه بار بود پیامک زدیم به متقاضیانی که قبلا در سامانه ما ثبت نام کرده بودن ولی استقبال نشد. برای اینکه بفهمیم چرا استقبال نشد بعد 1.5 سال برگردیم عقب و بشینیم پای صحبت‌های متقاضیان. وسایل زندگی دونه فروختن، پخششون کردم این ور اون ور. ببین فقط نگاه، من فقط 100 تومن دارم واریز میکنم. حالا با این حال 15 میلیون ریختم، باز دارم میگه 8 میلیون. من کجا بیارم 8 میلیون؟ این قرارداد چیه؟ برای چی گذاشتنشه؟ گفتن آقا با 6 میلیون تومان واحد تحویل میدیم. بعد از 6 میلیون تومان شد 8 میلیون تومان، بعد شد 12 میلیون تومان. الان کار به جایی رسیده که میگه 32 میلیون تومان. تازه الان از 32 میلیون تومان خیلی بیشتر هم میگن. برای همینه که 7000 نفر دیگه از متقاضیان استقبال نکردن، یعنی همون انصراف دادن. داستان از این قراره که 8-9 سال پیش تصمیم گرفته شد برای خانه‌دار کردن قشر کم درآمد جامعه خانه‌های ارزان ساخته بشه. این از خصوصیات حکومت‌های دیکتاتوریه. به جای اینکه مردم رو توانمند و پردرآمد کنن، قیمت‌ها رو میارن پایین تا مردم کم درآمد بمونن. تفاوت قیمت رو هم از محل ثروت‌های ملی همون مردم میپردازن. بدین ترتیب که زمین‌های منابع طبیعی که متعلق به عموم جامعه است و جزء ثروت‌های ملی به حساب میاد رو مجاناً در اختیار سری انبوه‌ساز قرار دادن تا برای ملت خانه‌های ارزان بسازن. انبوه‌سازان هم بعد از 1-2 سری خانه‌های ارزان که تحویل ملت دادن، شروع کردن به بالا بردن قیمت‌ها و متقاضیانی که چند قسط داده بودن مجبور شدن قسط‌های بیشتری بپردازن. انبوه‌سازان انقدر به این کار ادامه دادن تا متقاضیان دیگه استقبال نکردن، یعنی انصراف دادن. اینجا فاز 6 مسکن مهر پرند، جایی که قرار بوده به همت مسئولان خانه امید صدها نفر اما حالا با گذشت چند سال از ساخت هنوز خبری از تحویل واحدها نیست. الان جدیداً به ما اعلام کردن بین تعاونی و اتحادیه فرهنگیان یه اختلافاتی هستش، باید تایید لیست بیاد. زمانی که ما ثبت نام کردیم از طریق شرکت‌ها ثبت نام کردیم، عمرانی وجود نداشت. حدود 14 میلیون همه اعضا ریختن تیکه تیکه. بعد اومدن گفتن افزایش قیمت خورده. چرا ساختمونی که 2 سال ساخته شده چی بهش اضافه شده که افزایش قیمت ما باید بدیم؟ پریز هم اضافه نشده. همون مسکن مهر پرنده ها که 7000 متقاضیش استقبال نکردن. این گزارش هم مربوط به 1.5 سال پیش میشه. الان حدود 1 سالی میشه که جلوی ساخت اینجور گزارش‌ها به صورت نامحسوس گرفته شده. مشکل ما اینه که از الان 2 سال 3 سال ما رو گذاشتن سر کار، خونه ها رو درست کردن ولی تحویل نمیدن. پاسمون میدن بین شرکت و عمران، پاس میده به مپسا پاس میده به شرکت سازنده. اسفند برای ما SMS اومد که باید یه مبلغ دیگه بریزیم برای افزایش قیمت. من یه زن سرپرست خانوارم با 3 تا بچه، من چجوری میتونم 11 میلیون دیگه بریزم؟ چجوری؟ بذارین از تصمیم گیر ارشد نظام بپرسیم. همه همت من و شما باید این باشد که این ماندگاری رو افزایش بدیم. آهان اینجوری. خب حالا اینقدر منفی نباشیم، بالاخره یه سری هم به این خونه ها رسیدن. اونهایی هم که به خونه هاشون رسیدن تازه رسیدن به بعضی مشکلات. توی آسانسورامون آب پیامون همه خیسه و هیچکس هنوز جوابگوی ما نیست. ما یه تلفن ثابت هم که نداریم، مثلا یه اتفاقی اینجا افتاد بتونیم تماس بگیریم. ما بیمارستان نداریم، درمانگاه نداریم. اگه یکی یه طوریش بشه به هیچ عنوان دسترسی به هیچ جایی. این گزارش هم مربوط میشه به همون مسکن مهر پرند در حاشیه جنوبی تهران. در زمانی که این خانه‌ها ساخته می‌شده هیچ گونه زیرساختی مثل مدرسه، بیمارستان و مراکز فرهنگی و غیره براشون در نظر گرفته نشده. در بسیاری جاها حتی به فکر آب و برقش هم نبودن. همینجوری فقط خونه ساختن. این فاجعه در ابعاد کل کشور رقم خورده. مسکن مهر هشگرد شهر جدید ما داریم قسطاشو میدیم، این خونه ها رو چندین ساله که ثبت نام کردیم، الان 6 ماه داریم قسط خونه ها رو میدیم، هنوز آماده تحویل نیست، انشاءات نداره، هیچی نداره، حتی آسفالت هم نداره. اینم حتی ببینید پنجره زدن ولی شیشه نداره، هنوز نساختن، دیواراش داره میریزه. حدود 17 میلیون ما پول دادیم، نه آب داره، نه برق داریم، نه به قول معروف گاز داریم. بیمهری مسکن مهر این بار به یزدی ها رخ نشون داد. شهرک شبیه یک منطقه زلزله زده. واقعا زیر پکیج کاشی اولوش 2 سانتی متر، یعنی درس پیدا کرد، از بیرون بشه ببینی شاید اصلا توی آشپزخونه از حیاط. دیوار واحدهای مسکن مهر کوهگیلویه بوی رحمت پر از ترک‌های ریز و درشته. 1 سال نیست تحویل دادن. الان دیواره خودتون می‌بینید دیگه. دیواره میخواد بیاد پایین. دیوارا از طبقه اول آب میده، طبقه دوم میذاره سر همکفی ما. یکی از محله‌های مسکن مهر صفادشت مدتی از ساخت این مجموعه 14000 واحدی گذشته.
اما کیفیت پایین ساخت و محرومیت از ابتدایی ترین امکانات گریبانگیر ساکنان اینجاست. سال 87 پول ریختم، به من گفتن 1 سال این خونه رو تحویل میدن. پولم هم دادم ولی خونم تکمیل نیست. نه گاز داره، نه آب درست حسابی داره. اینم وضع کوچه و اینا. تقریبا یعنی تحقیقاً هر جای کشور که از این مسکنه مهر ساخته شده همین بساطه و به دلیل ضیق وقت نمیشه همه اون گزارش‌ها رو در برنامه پخش کرد. اما به غیر از اینکه سرمایه‌های مردم به هدر داده شده، بهشون بدقولی شده و مردم در شرایط نامناسب قرار گرفتن، میلیاردها دلار مصالح ساختمانی که صرف ساختن این خونه‌ها شده هم به هدر رفته. شما دیدید یک تصمیم گیری برای مسکن مهر چه بلایی سر کشور آورد. حدود 45,000 میلیارد تومان پول بانک مرکزی چاپ کرد، پایه پولی رو آورد بالا، در اختیار بانک مسکن قرار داد تا مسکن بسازن. یک کسی بیاد حساب کنه برای مردم این مسکن مهری که ساخته شد چجوری از پول جیبی همه مردم برداشته شد. همه مردم از پول تو جیبشون برداشتن. کار به نظر من بی‌نظیری از نظر بی‌انضباطی مالی صورت گرفت. یه چیزی تو مایه‌های سد گوتفند در اقتصاد میشه بهش گفت گوتفند اقتصادی. این تصمیم گیری که مملکت رو به همون فنا داد توسط ایشون انجام شد. نظر ایشون هم به نظر ایشون نزدیکتر بود. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. البته این به گردن نگرفتن تقصیرات و توجیه اون مختص تصمیم گیر ارشد نظام نیست. 2 هفته دیدید یه ذره هوا ساکن بود در شهرهای بزرگ ما. برخی از دستگاه‌های تبلیغاتی داخلی ما هم به قول مردم بول گرفتن دیگه. شروع کردن هر چه خواستن گفتند. خب نگفتن در همون ایام وضع آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای بزرگ شرق آسیا چه خبر بود؟ همون ایام در پکن چه خبر بود؟ همون ایام در شهرهای هند چه خبر بود؟ هر خبری بود. چه ربطی داره؟ چون در پکن آلودگی هوا بود، شما باید بنزین غیر استاندارد بدین به مردم بریزن تو ماشینه غیر استانداردشون، بعد در ترافیک سرسام‌آور پایتخت 2-3 برابر حد معمول درجا کار کنن تا شهر رو دود بگیره. یعنی این تبدیل به یک سنت شده در نظام مقدس. به جای قبول اشتباه و تغییر در تصمیم گیری یا تصمیم گیر هی توجیه میکنن. یک بار نشده بیان به این ملت ایران بگم بله ما اینجا تصمیم گیریمون غلط بوده. اما در همین هفته پر سر و صدا و پرخبری که گذشت، یکی از تصمیم گیران کشور هم حرفای شنیدنی زد. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به یک باره آب پاکی رو روی دست ما ریخت و گفت قاچاق کالا به صورت رسمی و از مبادی رسمی وارد میشه. قاچاق از منشأ رسمی داره وارد کشور ما میشه. ما حالا میخوایم بریم با بگیر و ببند و تعزیرات و گشت سیار بریزیم که این واحدی که حالا 10 تا موبایل قاچاق داره اینو بگیریم ببندیم از هستی ساقطش کنیم که 10 تا موبایل داره. از منشأ چرا برخورد نمی‌کنیم؟ خب این سوالی کسی بعد از شما که رئیس هستین بپرسه. چرا برخورد نمی‌کنین؟ برخوردها که نباید اینجوری باشه. قاچاق منشأ تولید رو در کشور داره نابود میکنه. 2 میلیون فرصت شغلی رو در سال داره از بین میبره. آها نمیتونین بگین چرا برخورد نمیکنین با قاچاقی که منشأ رسمی وارد کشور میشه رو. حالا این قاچاقی که 2 میلیون فرصت شغلی در سال رو از بین میبره چقدر هست مبلغش؟ استاندار تهران هم اعلام کرد سالانه 23 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد میشه و این در حالیه که مقدار کمی از اون کشف میشه. 1400 میلیارد تومان یا چقدر مثلا کلا تونستی قاچاق کشف کنید در مقابل 25 میلیارد دلار 60% میشه 15 میلیارد دلار. مثلا رقمی نیستش. 25 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور میشه که از این مبلغ 1400 میلیارد تومان یعنی کمتر از نیم میلیارد دلارش کشف میشه. در آشفته ترین کشورهای جهان هم 1/10 این مبلغ قاچاق نمیشه. 97% اساسا کشف نمیشه قاچاق. ما نمیتونیم کشف کنیم. اینی که مسئولین کشور میدونن چه مقدار به کشور قاچاق میشه و میدونن چه مقدارش کشف نمیشه و رسما اعلام میکنن که نمیتونن کشف کنن،
معنیش اینه که نباید بتونن کشف کنن. واقعیت اینه که چون سودآوره، قطب‌های قدرت و ثروت حتما فشار میارن. من خیلی شفاف به شما بگم، گاهی من یه پرونده رو وقتی میخوام رسیدگی کنم اینو از 20 جنامه نمیدونم میگن آزادش کنید، فشار بیارید، فشار میارن. از کجاها مثلا اینو؟ از همه جا. همه جا کجا مثال بزنید؟ دو تاشو مثال بزنید. بله خب حالا مثالاش هست. بله مثالاش هست. جرأت داریم بریم طرفش. در حال کاملا مشخصه که قاچاقچی کی هست. اما چون قاچاقچی یکی از اهرم‌های اصلی تصمیم گیر ارشد نظامه، نمیشه بهش نزدیک شد. قاچاق کالا در این ابعاد، اونم بیشتر کالاهایی که در داخل تولید میشه، نظیر پوشاک، لاستیک، قطعات خودرو، لوازم خانگی و حتی میوه و محصولات کشاورزی صدمات بزرگی به بخش‌های تولیدی کشور میزنه. نتیجه این صدمات تأثیری واحدهای تولیدی و در نهایت رشد بیکاری در جامعه است. رشد بیکاری یعنی گسترش فقر. فقر هم ریشه اصلی معضلات اجتماعی نظیر فحشا، اعتیاد، دزدی و زورگیریه. مقابله با این معضلات از طرف دولت هزینه مالی سنگینی بر دوش دولت میگذاره. از طرفی واردات این کالاها به صورت قاچاق به کشور به معنی دور زدن سیستم گمرکی و مالیاتی کشور است و این هم یعنی از دست رفتن حجم بالایی از منابع مالی که میتونه صرف اشتغالزایی و سازندگی در کشور بشه. کشوری که از کمبود شدید کلاس درس و تخت بیمارستانی رنج میبره. کشوری که برای تکمیل پروژه‌های نفت و گازش کمبود منابع مالی داره و مجبور زیر بار قراردادهای ناعادلانه بره. جمهوری اسلامی یک نمونه است، یک منطقه آزمایش است، یک آزمون است برای دنیای اسلام. همه اینها برای ماندگاری انقلاب. به هر حال اینا تأثیرات تصمیم گیری های طبقه بالا بر طبقه پایینه. اما بد نیست بدانیم که این رابطه دو طرف است. بدین معنا که تصمیم گیری های طبقه پایین، یعنی همین طبقه که ما درش هستیم، هم در طبقه بالا اثر میگذاره. باور این موضوع رمز موفقیت تمام جوامع پیشرو و موفق امروز جهانه. و بالاخره هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه رو مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه رو مفید یافتید، در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. راههای اشتراک گذاری از طریق صفحات اجتماعی برنامه است، یعنی صفحات فیسبوک، کانال یوتیوب و صفحه تلگرام برنامه. اگر خواستید اپوزیت رو جستجو کنید، اینطوری نوشته میشه UPOZIT. با تشکر از تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه‌هایی که در انتشار برنامه همراهی میکنند و با تشکر از همه شما همراهان. تا دیدار دیگر، شب و روزتون خوش و خدا نگهدار. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.